سلام. خیلی طول کشید که بالاخره بخوام اولین ویدیو رو بگیرم، ولی بالاخره گرفتم. من خیلی وقت تو فکر این بودم که ویدیو یوتیوب بگیرم. اگه دقت کنید تو چنلم 2 تا ویدیو یوتیوب از قبل هست، 2 تا ویدیو دارم، ولی از قبل اصلا 2 سال پیش از قبل دارم، ولی خب قدیمی ان دیگه. اصلا اون موقع جدی نبود این کار. اون موقع من فقط این چنل رو زدم، فلسفه وجودی این چنل رو داشته باش. این چنل رو زدم که ویدیوها من کلا ولاگ گرفتم، ولاگ درست کردن دوست داشتم از قبلم، که ولاگ گرفتم درست کردم، خواستم برای بچه‌ها تو تلگرام بفرستم، چون نمیشد اونجا بفرستم توی یوتیوب آپلود میکردم، لینکشو میدادم بچه‌ها نگاه کنن. اینطوری بیزینس ماجیک. آره شروع کردم بالاخره، نمیدونم کی، ولی میدونم که میتونم بالاخره به جایی برسم، انجامش میدم و میتونم. حالا من خیلی وقت تو فکر چنل زدم بودم و میا پلیز که داشتم نگاه میکردم گفته بود که انجامش بده، شروع کن، هر چقدر دیرتر شروع کنی، فقط شروع نکردی، تو فردی هستی که شروع نکرده. من این چنل رو میخوام، حالا تو این چنل چیا میخوام بگم، من احتمالاً پادکست زیاد میذارم، تو میدونم پادکست رو بک‌گراند خوبی ندارم، چیز بک‌گراند خوبی ندارم و تازه شروع کردم، ولی خب پادکست خیلی دوست دارم، مثلا کلا پادکست گرفتن دوست دارم. حالا چه بود دانای کل نیستم، ولی خب میتونم نظر بدم. حالا بالاخره یکی نظرم قبول داره، یکی نداره، صحبت میشه، میدونی بالاخره صحبت کردن خوبه، صحبت کردن هیچ وقت بد نبوده. بعد حالا یه دلیلی هم که دارم اینه که من دارم وزن کم میکنم و میخواستم این سیر وزن کم کردن رو داشته باشم و یه مسئولیت پذیری باشه. البته من به عزیزترین فرد زندگیم قول دادم که لاغر کنم و این کار انجام میدم، ولی میخواستم این روند یه پوش داشته باشه، یه هول کوچیکی داشته باشه از طرف یوتیوب، چون تو مثلا ویدیو میذاری یه مسئولیتی رو داری قبول میکنی و اینطوریه که وقتی مثلا تو میای بعد ویدیو یوتیوب میذاری و اونجا داری سیر لاغری رو توضیح میدی، دیگه بهتره که تا آخرش لاغر کنی، دیگه زشته. مثلا حالا اگه کسی هم نگاه کنه، مثلا امید دارم اینا رو توضیح میدم، مخاطبی هم که نگاه میکنه مسخره تو نیست که تو بیای مثلا الان رو کم کنی فردا کم نکنی. میخواستم یه انگیزه دیگه هم کنار انگیزه‌ام داشته باشم و ولاگ هم خواهم داشت و از قبیل این چیزا. من خودم معرفی نکردم، ببخشید. من امیررضا صفایی هستم، 22 ساله، از استان گلستان، شهرستان رامیان. رامیان کوچیکه، هممون میشناسن، ببینن تصویر رو میفهمن امیررضا صفایی. دانشجو معلمم، فرنگیان میخونم و بازیگری و تئاتر و بازیگری و نویسندگی و خیلی جدی دارم پی میگیرم. من کلا اونایی که هنر دوست دارن اینطورن، کسایی که هنر دوست دارن، حالا به اصطلاح هنرمندم هستن، هنرمند و جایگاه بالایی میدونم، به خودم هنرمند نمیگم، کسایی که هنر دوست دارن به هر طرف هنر یه چنگی میندازم. منم انداختم، گرافیک کار کردم، انیمیشن سازی کار کردم، هر چی بگین کار کردم، ولی بازیگری و نویسندگی خیلی جدی‌تر رفتم تو دلش و خب الان داریم تئاتر کار می‌کنیم. اصلا یکم آشولاش داغونم از تئاتر اومدم. آره من یه دوستی دارم، من کلا 2 تا رفیق صمیمی دارم، یعنی رفیقای صمیمی من دوست زیاد دارم، ولی رفیق صمیمی که از اول تا آخر بوده باشن 2 تا بیشتر ندارم. یکی محمد بایی، یکی حسن بصری بایی. 2 تا یا در ادامه میبینیشون یا اسمشون رو زیاد میشنید، پس این 2 تا داشته باشین تو ذهنتون. اینطوری که میگم واقعا امید ندارم کسی ویدیو رو ببینه، واقعا امید ندارم حمایت بشم، اصلا من بدون هیچ توقعی اومدم بعدم ویدیو میذارم، فقط برای اینکه حرفمو زده باشم، فقط برای اینکه کارمو انجام داده باشم. اینجوری نباشه که 5 سال بعد با خودم میگم چرا این ویدیوتو نذاشتی، چرا اون کاری که می‌خواستی رو انجام ندادی. فقط برای همین این کارو انجام دادم، برای اینکه حس خوبی داشته باشم. بالاخره تو وقتی یه کاری انجام میدی حس خوبی هم ازش میگیری. من می‌خواستم حس خوب از خودم بگیرم و گرفتم. واقعا حس خوبی داره. یعنی اون کسی که مثلا کسایی که میخوان یوتیوب شروع کنن واقعا شروع کنن. اینجوری هم که شاید اگه نرسیدی به جایی هم فدا سرت، ولی کارتو انجام دادی.
میدونم زحمت داره اینا، بالاخره یوتیوب یه فرآیندی داره، نه یه شب است و میتونه 100 شب هم نباشه، به فعالیت خود مربوطه. ولی خب دیگه خلاصه چی شد که حالا یعنی دیگه رفتم تو عملی که حالا یه صحبتی میاپلیز بود بحثش کنار، رسول دیواکس هم حالا رفتم ویدیو یوتیوب نگاه کردم، داشتم یوتیوب نگاه می‌کردم، رسول دیواکس و میاپلیز یه جمله مشترک بینشون بود و البته کل یوتیوبر دیگه که شروع کن، نذار بمونه، شروع کن. و محمد برگشت بهم گفت که من بیا یوتیوب بزنیم و من جونم که تو هیچ وقت اصلا به این موضوع اشاره هم نمی‌کردی، چرا اومدی رو من میگی تو یوتیوب بزنی؟ باهاش صحبت کردم، بعد مثلا اینکه تو کلاش افتاده ویدیو چنل یوتیوب بزنیم، حالا 3 نفری اکیپی. برگشتم بهش گفتم که خب تو چنل هم بخوای بزنی مثلا رفاقت رفیق باشیم، سه تا این اکیپ 3 نفره بخوایم مثلا ابشارتیک و علیزوریشون اینا میشیم دیگه. و اینجوری بود که خب من خودم نمیشناخت، گفت که آره خب ما میتونیم. من گفتم آره من مشکل ندارم، من پایم و هر موقع خواستی انجام بدیم. ولی خب اونا هم اینجوری بودن که تو ذهنشون که باید پول داشته باشی، باید دوربین خوب داشته باشی، باید فیلم کنی، بیسار کنی. من گفتم نه، حتی با گوشی هم میشه این کار انجام. واقعا فعال انجامش داد. و حالا تو فکر این که حالا من هم چنل زرن هستیم، حالا من که چنل خودم میخوام فعالیت کنم، ولی این چیزی بود که اینجوری بودم که من باید انجامش بدم، چون الان داشتم براش مثلا توضیحات چگونه یوتیوبر شدیم و این چیزا رو میفرستادم از اسکیل ویدیو، حالا هر ویدیویی که میخورد به چشمم، من اینجوری بودم که چرا انجامش ندادم، من میخوام انجام بدم و انجام دادم. بعدم این ویدیو رو میگیرم. خلاصه این اولین ویدیو چنل منه و اولین ویدیو چنل و فکر کنم هیچ وقت پاکش نکنم. میخوام اگه ادامه میخوام بدم، واقعا دارم میخوام ادامه بدم و میخوام بدونم که اولین روزی که شروع کردم چجوری بوده، میخوام داشته باشم توی چنل یوتیوب. خلاصه من صحبت دیگه ای ندارم، نمیخوام نوار خالی هم پر کنم. اگه اون صحبتی هم بخواد باشه مثلا به صورت موضوعی پادکستور شروع میکنم، حالا یه 2 صبح یه 3 صبح دوباره شروع میکنم به صحبت کردن، یا اصلا صبح چرا شب چرا صبح، مثلا روز یه پادکست میگیرم، حتما میگیرم. و حالا اگه بتونم میکروفونی بگیرم که صدامو درست درمون ضبط کنه، الکی اینقدر اذیت نشه کسی که حالا اگه بر فرض محال یکی بخواد ببینه اینو. خلاصه منم اومدم. امیدوارم حالا کسی که حالا داری ویدیو رو میبینی واقعا دمت گرم که تو الان نشستی نگاه کردی. میگم من اینجام که thank you، واقعا ازت ممنونم که این ویدیو رو داری نگاه میکنی و نگاه کردی. اگه تونستی لایک هم کن. اوه اصلا عادت ندارم از این جمله بگم سابسکرایب کن یو گایز، بیاید. اصلا عادت ندارم، نمیخوام پلیز نمیخوام. وای خدایا پلیز میکنم، نه من آدمش نیستم، من آدم این که بیام بگم لایک کن سابسکرایب کن کامنت بذار نیست. خب این چی میشه دیگه؟ خلاصه منم